سلام به همه طرفداران سریال های ترکیه. امروز قراره درباره یکی از داغ‌ترین سوژه های چند ماه گذشته با هم دیگه صحبت کنیم. عاشقانه عجیب بین یه بازیگر سوپر استار و یه خواننده خاص. بله، سرنای سارایکایا و مرد دمیر. ولی فقط یه عشق ساده نیست. پشت پرده چیزای زیادی هست که باید بدونیم. خب حالا بیایم بریم ببینیم که اینا کیا هستن. سرنای کیه؟ فقط یه بازیگر ساده نیست. سرنای سارایکایا از اون دخترایی که وقتی وارد یه صحنه میشه همه ساکت میشن. با سریال هایی مثل جزومت، فی و جدیدن هم با پروژه های تئاتر موزیکال آلیس خودشو ثابت کرد. همیشه تو تیتر مجلات بوده، اما این دفعه فرق داره چون پای یک عشق جنجالی وسط. مرد دمیر، ستاره موسیقی یا پسر بد دنیای پاپ. مرد دمیر رو شاید اول با آهنگ آنتی دپرسان شناختی یا با همکاریش با مابل ماتیز. اون همیشه مرموز بوده. صداش یه ترکیبی از درد و عشق و معجزه است. اما هیچ وقت فکر نمی کردیم که مسیرش با سرنای به هم بخوره و حالا همه ترکیه دارن دربارشون حرف میزنن. خب داستان رابطه‌شون لو رفت یا عمدن نشون داده شد؟ همه چی از یه شب شروع شد. یه رستوران معروف در استانبول، پاپاراتزیا دوربین به دست منتظر. ناگهان سرنای مرد از در اومدن بیرون با لبخند دست تو دست. اولش گفتم نه، فقط دوستیم. ولی بعدش یه استوری عاشقانه از سرنای اومد و حتی مرد تو کنسرتش یکی از آهنگاش رو با جمله برای کسی که قلبمو دزدیده شروع کرد. همه فهمیدن این یه چیز جدی. اما پشت پرده چیه؟ واقعیه یا فقط یه شو تبلیغاتیه؟ حالا سوال اصلی اینجاست. واقعا عاشقن یا داریم یه پروژه تبلیغاتی حرفه‌ای میبینیم؟ شایعه ها میگن که یه سریال مشترک یا آهنگ 2 نفره در راه، چون که الان حدودا 1 ماه و نیمه که رفتن لندن و یه خونه گرفتن اونجا. خودتون میدونین که لندن جاییه که مثل پرتگاه ماننده. کسی بخواد رشد کنه در سطح بین المللی میره لندن. بین بازیگرا و خواننده ها مرسومه. مرد داره واسه آلبوم جدیدش آماده میشه. سرنای هم داره استراحت میکنه. یه سری اخبار هست که میگن نکنه با هم دیگه آهنگ بدن بیرون، چون که میدونیم دیگه صدای سرنای بد نیست، خوبه. تو دنیای سلبریتی ها عشق همیشه عشق نیست، گاهی یه قرارداد رسانه‌ای. خب بیایم بریم ببینیم که واکنش مردم به اون موضوع چیه. طرفدارای سرنای میگن مرد براش زیادی عجیبه. طرفدارای مرد میگن سرنای داره بازیشو میکنه. ولی یه عده هم عاشق این رابطن و میگن ترکیب 2 تا هنر خیلی قشنگه. بعضیا هم میگن اینا فقط میخوان دیده شن. خب واقعیت هر چی که باشه اونا الان توی مرکز توجهن. ما فقط میتونیم نگاه کنیم و قضاوت نکنیم. اما یه چیز قطعی، سرنای و مرد تونستن کل فضای مجازی رو بتره کنن. نظر تو چیه؟ عاشقم واقعا
یا یه شو تبلیغاتیه؟ حتما توی کامنت ها بنویس، من همه رو میخونم. اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله بغلش هم بزن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.